عزیزم این بلوز رو که میخوایم شروع کنیم به بافت از یقه گرد شروع میشه. خب حالا میخوایم آموزش یقه گرد، تقسیم بندی و استارت بافت تنه رو شروع کنیم به شما آموزش دادن. بعد بریم سر وقت آموزش آستین که شما فرمودین که مراحل آستین رو بیشتر توضیح بدیم. میریم سر وقت اون. پس اول میایم چیکار میکنیم؟ بافت یقه رو شروع میکنیم که این یقه حالت ارتجاعی خیلی خوبی رو داره و به راحتی سر از داخلش رد میشه و خیلی هم شیک تو تن وای میسته. میریم برای آموزش بافت یقه. عزیز دلم این یه نخ جدیده، مال ترکیه است. خب حالت نخ شبیه به لباسای حوله‌ای که قبلا تو بازار بود، الان نمیدونم هست یا نه، ولی که قبلا ماها میپوشیدیمش. خیلی نرم لطیفه و برای فصل از خنکی پاییز شروع میشه تا به اصطلاح زمستون که تمام میشه. بعضی جا که سردسیره حتی برای بهار هم میشه استفاده کرد. خب مشخصات این نخی که میبینیم، من از 2 رنگ دارم استفاده میکنم. برای مامان بزرگ هست که بسیار مهربانه و دوست داره رنگ تنش یک کمی تیره باشه. ما به خاطر اینکه کامل تیره نشه از توسی و زغالی استفاده کردیم. خب حالا ببینیم مشخصات نخ چی. خب میریم سر وقت مشخصات نخ. چیزی که برای ما مهمه اینه که 90 گرم وزن داره و 300 متر هم طول داره. این نخ با به اصطلاح مشخصاتی که هستش، اگر قلاب بخوایم ببافیم با 3.5 جوابگوه و بافت خوبی رو به ما میده. پس بنابراین ما دیگه الان چیز مشخصه دیگه نداریم که زیاد برامون مهم باشه، میذاریم کنار و میایم شروع به بافت میکنیم. بافت یقه که این لباس با یقه گرد شروع میشه. خب نگاه کن عزیز دل، این مدل یقه گرد بسیار ساده است ولی بسیار شیکه. با گره خفت کارمون رو شروع میکنیم و شروع میکنیم به زدن 10 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا زنجیره میزنیم. خب حالا میخوایم شروع به بافت کنیم. ببین عزیزم، از همین زنجیر اول اینو برمیگردونیم عقب، میشه 9 تا پایه. ما میایم اینجا و 9 تا پایه کوتاه میبافیم. خب این یه دونه، این 2 تا، همش پایه کوتاه هست، این 3 تا، این 4 تا، این 5 تا. خب دونه هامون الان شده 9 تا دیگه، درسته؟ خب میایم شیشمی رو هم میزنیم پای کوتاه. این 3 تا مونده به اصطلاح مونده آخر رو پای بست میزنیم. ببین به این حالت که اینو میاریم بیرون، یکی، دوباره میاریم بیرون 2 تا، اینجا هم این سومی که بافته شد. خب به این شکل میشه. ببین یه حالت کله قندی میگیره که از قسمت پهن‌تر به قسمت باریک‌تر میاد. یه زنجیر میزنیم، کار رو میچرخونیم. عزیز دلم گوش کن که این نباید دونش اصلاً کم بشه. میایم از گندمی بیرون شروع میکنیم دوباره 3 تا بست زدن. این یه دونه، دوباره این 2 تا و این هم سومی. اوکی شد. این 3 تا بستامون رو میزنیم. از بست بعدی ما 6 تا چی داریم؟ پایه کوتاه داریم. این یه دونه، 2 تا، سومی، این 4 تا، 5 تا و این هم آخریش میشه شیشمی. درست شد؟ به این حالت داریم بافت میزنیم. یه زنجیر میزنیم، کار رو میچرخونیم دوباره.
عزیز دلم دوباره از دونه بیرونی 1 دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، این 6می. اوکی شد. حالا 3 تا چی داریم؟ 3 تا بست داریم. اصلا نباید دونه هامون کم بشه. این 1 دونه، این دومی و این هم آخری، سومی ما که زده میشه. درست شد. یه زنجیر کار میچرخه. همین کار رو انقدر ادامه میدیم تا کلن دور تا دور یقمون بافته شه. بازی و بسته بودن یقه کاملا به اختیار شماست و شما به راحتی میتونید اون انتخابش کنید. فرقی نمیکنه. هر چقدر که شما دوست دارید طبق همون بازی و بستگی رو انجام میدید. پس زنجیره رو میزنیم. 3 تا دونه بست داریم. شما اینو 4 تا هم میتونید بزنید. 3 تا دونه بست داریم که اصلا نباید دونه هامون کم و زیاد بشه. رفت و برگشت به همین شکل بافته میشه. این 1 دونه، این 2 تا، این 3 تا، این 4 تا، 5می و 6می که آخر سری هست. خب به همین شکل بافت رو انجام میدیم تا دور یقه ما بافته بشه. اینجا یه حالت ارتجاعی داره. وقتی که میخوایم لباس رو بپوشیم این کاملا حالت ارتجاعیه و سر به راحتی ازش میگذره. خب میریم برای ادامه بافت. عزیزم دوری گردن ما این گردیش کاملا بسته است. خب و به این شکل الان دور تا دورش بافته شده و الان فقط مونده درز این قسمت رو به هم دیگه وصل کنیم. نگاه کن گل قشنگم. بافتمون که به این شکل تموم میشه برش میگردونیم. این بافت رو هم روی اینجا قرار میدیم. خب اینجا رو چجوری میبافتیم؟ یادته از اینجا میگرفتیم به این طرف هم یه دونه از این ور، یه دونه از اون ور میگیریم، نخ رو بیرون میکشیم و یه بست میزنیم. دوباره دونه دوم، دوباره از همینجا میگیریم، میایم دونه دوم اینجا رو هم میگیریم، نخ رو میگیریم، یه بست میزنیم. دوباره برای سومی همینطور بافتمون رو انجام میدیم و میایم پایین. فقط یادمون باشه وقتی داریم این بافت رو میزنیم حتما نخمون رو به سمت پایین باشه. ببین اینجا گردن ماست، این قسمت میخوره به تنه، پس ما نخمون باید برگرده به سمت تنه. حواسمون به این قسمت باشه. ما این ردیف رو میبافیم تا انتها، برمیگردیم خدمت شما. عزیزم کار رو به انتها رسوندیم. حالا میایم نخ رو میگیریم و روی تمام این پایه ها یه پایه کوتاه میبافیم. به خاطر اینه که این دونه ها رو بتونیم چیکار کنیم؟ ردیف کنیم، آماده کنیم برای ردیف بعدی. لطفاً کل چیزو با هم، نخ رو با هم بگیرید که این گندمی گشاد نیفته. ببینید قشنگ همه رو کامل بگیرید که کامل هم بافته بشه. پس همه رو یکی یه دونه میزنیم که تعداد دونه هامون در بیاد. برای تقسیم بندی راحت بتونیم کارمون رو انجام بدیم. به این شکل میبینین دونه ها رو کامل بگیرید و ببافید. نخ اضافه چیزی نداشته باشه. خب به این شکل بافته میشه. ببین عزیزم به این شکل بافته میشه یه دور کامل که این حالت جورایی که اینجا افتاده رو کامل بپوشونیم و بتونیم مدلمون رو شروع به زدن بکنیم. پس میریم دور تا دور رو میزنیم و برمیگردیم. عزیزم وقتی که ما این دونه ها رو سر انداختیم و به اصطلاح پای کوتاه ها رو بافتیم،
علاوه بر این کش بافتی که زدیم 154 تا دونه کل دونه های این دور من شد. 154 رو منهای 4 کردم، شد جدا کننده های ما. این 4 تا قسمت پشت و جلو رو از آستینا جدا میکنه. 150 تا دونه برای من میمونه. این 150 تا دونه رو باید بیام ازش هم آستین درارم، هم قسمت جلو و هم قسمت پشت. این خانم بازوهای چاقی داره ولی تنش خیلی چاق نیست، پس بنابراین ما باید یه ذره غیر متقارن کار بکنیم. میایم به جای اینکه 150 رو تقسیم بر 6 تا بکنیم که 2 تا برای جلو، 2 تا برای پشت و 2 تا هم برای آستینا بشه، میایم تعداد رو کم میکنیم. 152 رو 72 تا دونه ازش کم کردم که هر 36 تا دونه یه آستین به من بده. 78 تا دونه با مابقی رو 40 تا برای جلو برداشتم، 38 تا برای پشت. جلوی ما همیشه بزرگتر از پشته، اینو توجه کن. پس بنابراین این تعداده اگر به طور معمول بخوایم حساب بکنیم باید 150 تقسیم بر 6 بکنیم که هر عددی که در میاد 2 تا، ببین اینجا دارم می نویسم، 2 تا برای جلو، 2 تا برای پشت و 2 تا هم برای آستین نیاز داریم که آستین یه سمت راست یه سمت چپ، 2 تا جلو با هم میشه جلو، این 2 تا هم برای پشت. این عدد هر چی باشه باید به اینا تقسیم بشه که دیگه برای بزرگ و کوچیک نداره. ولی بازم توجه بکنید برای افراد این که سینه و شکم دارن همیشه باید قسمت جلو بزرگتر از پشت باشه، چون اگر نباشه پشت چین میخوره، جلو تنگه. پس بنابراین این کار رو انجام بدیم. خب میریم برای بافت. برای بافت شروع به بافت میکنیم. با یه دونه بست این نخ رو وارد این جایگاه این گندمی میکنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. میایم 2 تا پایه دیگه هم اینجا میزنیم. اینجا قسمت رگلان آستین ما هست و این قسمت 6 تایی میخوره میره پایین، گل 6 تایی. ولی من الان اینجا نصفشو بافتم. چرا؟ وقتی که از این طرف میام نصف دیگه شو اینجا میبافم و زنجیرمو تو بافت پنهان میکنم. خب سر ته کارمو. حالا میایم نگاه میکنیم. ببین عزیزم، گلی که من نیاز دارم به بافت 2 تا پایه نیاز داره. خب بدون هیچ زنجیره اول پایه دومی رو میبافم. ببین این 2 تا زنجیره نیست مگه؟ اول پایه دومی رو میبافم، یه پایه کوتاه، پایه بلند میزنم. دوم میام پایه اولی رو میبافم که به حالت ضرب در اینا کنار هم دیگه قرار بگیره. ببینی؟ خب یه دونه زنجیره میزنم که فاصله بین اینا باشه. پس یه دونه زنجیره رو رد میکنم. درست شد؟ یه زنجیره که اینجا الان هست فاصله بین این دوتا رو رد میکنم و میرم توی بعدیش. دوباره میام اینجا من 2 تا زنجیره نیاز دارم. اول دومی رو میبافم، دوم اولی رو میبافم. ببین به این حالت این فاصله جورش زیاد میشه، یعنی اینا قشنگ تور بافت میفته. ببین من یه بار دیگه انجام میدم، نگاه کن. این زنجیره رو رها میکنم، این اولی دومی، میام شروع میکنم به زدن بافت. خب به این شکل این یه مدلشه که فاصله اینا تور بافت باشه و شما چیکار کنی؟ اینو تور بافت ببینی، حالت ضرب دری میفته. خب ولی اگر نه بخوای که اینا پشت سر هم بیفته و تور بافتش خیلی محو باشه باید این کار رو انجام بدی. به خاطر اینکه اینا یه فاصله بین این گوشه و مدل باشه یه زنجیر میزنیم. دونه اول رو به خاطر زنجیره که زدیم رها میکنیم. نخ میگیریم، این اولین زنجیره و این دومین زنجیره. میایم اول دونه دوم رو میبافیم و دوباره بر میگردیم این طرف، دوم دونه اول رو میبافیم. خب
دوباره نخ میگیریم، 1 2 اول دومی رو میبافیم، دوم اولی رو، دیگه زنجیره بینش نمیندازیم. دوباره نگاه کن عزیزم، 1 2 اول دومی رو میبافیم، دوم اولی رو میبافیم. دوباره اینو ببین قشنگ مشخصه، 1 2 اول دومی رو میبافیم و بعدش برمیگردیم اولی رو میبافیم. یه حالت چپ و راسته به اصطلاح میخوره کنار هم دیگه. دوباره این 1 این 2 اول دومی رو میبافیم و بعد برمیگردیم دوباره اولی رو میبافیم. ببین عزیزم، تمام قسمت آستین بالاتنه به همین شکل بافته میشه، به همین شکل بافته میشه و ما برمیگردیم به این سر. فقط جایگاه آستین رو من دوباره خدمتت برمیگردم که اشتباهی نشه و رگلان آستین رو بتونیم انجام بدیم. ببین عزیزم، الان ما از اینجا شروع کردیم بافتمون رو، درسته؟ این گل اصلا مربوط به آستین نمیشه، مرز بین قسمت آستین و قسمت جلو یا پشت، حالا هر کدوم که قرار میگیره. خب حالا این طرف رو ادامه میدیم. ببین 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 تا دونه این شد. یه تک زنجیر اینجا داریم میشه 35 تا دونه. یه تک زنجیر هم اینجا میزنیم میشه 36 تا دونه. یک دونه زنجیره رو رد میکنیم مثل اون طرف و اینجا گل 6 تاییمون رو میبافیم. خب این آستین تموم شد، حد آستینمون در اومد و اینجا تموم شد. حالا میمونه برای کجا؟ میمونه قسمت جلو رو میخوایم ببافیم. جلومون چند تا دونه بود؟ جلو 40 تا دونه بود. پس یه تک زنجیر میزنیم، درسته؟ این تک زنجیری که میزنیم یه دونه گندمی رد میکنیم. وقتی یه دونه گندمی رو رد کردیم دوباره 1 2 اول دومی رو میبافیم، بعدا اولی رو میبافیم. دوباره 1 2 دوباره اول دومی رو میبافیم، بعدا اولی رو میبافیم. دوباره 1 2 میایم جلو، همینو ادامه میدیم تا انتها. پس دیگه الان ما چیزی برای گفتن نداریم برای این رج، چون شما اینجا رو هم یاد گرفتین تا برسیم به این انتها که من این قسمت انتها رو براتون توضیح بدم. ببین عزیزم، اومدم این قسمت رو هم بهت نشون بدم. نگاه کن، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 تا. یه دونه اینجا زنجیر داریم 39 تا، یکی هم اینجا داریم اینم 40 میشه. خب یه زنجیر اینجا میزنیم، یه دونه رو رد میکنیم. توی اینجا که الان براتون با مارکر علامت گذاشتم میایم قسمت جدا کننده رو میزنیم. خب این قسمت جدا کننده دیگه الان قسمت جلوی ما از آستین دیگه هم جدا شد. گفتم یه وقت کسی تازه کار هستش و میخواد یاد بگیره بدونه که این ادامهش چه شکلی میشه، وقت مثلا گم نکنه کارو. ببین عزیزم، الان این شد قسمت جلوی ما، اینجا هم شده قسمت آستین ما. الان این طرف رو هم یه دونه آستین میبافیم، یه دونه پشت که عین همین کار رو انجام میدیم. پس میریم تا انتها که اینجا هست. من بیام یه نکته آخر رو خدمتت بگم. بعد از اینکه این 3 تا زنجیره رو زدیم 2 تا پایه دیگه میزنیم تا نصف گل 6 تاییمون رو ببافیم. خب دوباره یه تک زنجیر میزنیم. این فاصله زنجیره رو ما باید پایه اضافه کنیم. چرا؟ به خاطر اینی که ما اگه دونه اضافه نکنیم این آستین تنگ میشه، دیگه بزرگ نمیشه که به اندازه تنه ما بشه. پس میایم اینجا یه دونه زنجیر اینجا انداختیم، یه دونه پایه اینجا اضافه میکنیم. درست شد؟ بعد میایم دوباره توی دومین
به اصطلاح گندمی که داریم یه پایه میزنیم، برمیگردیم تو عقبی دوباره یه پایه دیگه میزنیم، دوباره میایم تو دومی یه پایه میزنیم، توی اولی یه پایه دیگه میزنیم، میایم تو دومی یه پایه، توی اولی یه پایه دیگه. به این حالت اینجا بافته میشه. فقط این دونه یادمون نره اضافه کنیم، ما این دونه هستش که برای بافت به اصطلاح اضافه کردن بافتمون هست. یه دونه این طرف اضافه میشه، یه دونه این طرف، توی بالا تنه هم دوباره یه دونه این طرف، یه دونه این طرف، تماما در حال اضافه کردن دونه ایم. هر رج ما باید دونه اضافه کنیم تا مثلا بتونیم کارمون رو درست انجام بدیم. خب این کار رو انجام دادیم، حالا میخوایم به این دو رو کامل میکنیم. من یه نکته بسیار مهم دارم که شما باید اون کار رو الان انجام بدید. ببین عزیزم، الان دوباره میام اینجا یه دونه پایه میزنم تو زنجیره که داشتیم یه دونه زنجیره میزنم، دوباره اینجا گل 6 تاییمون رو میبافم که رگلان آستین ما هست. برای قسمت های دیگه هم همینه. حتما دقت کنیم برای زیاد کردن دونه ها. هر رج این اتفاق میفته. پس یه زنجیره میزنیم، میایم اینجا یه پایه میزنیم و ادامه بافت. نگاه کن، هم این ور پایه داره هم این طرف. گل 6 تاییمون هم کامل خورده و به این شکل ما الان بافتمون رو داریم انجام میدیم. میریم تا این قسمت انتها، تا من یه چیز آخر نکته مهمی رو اونجا براتون بگم. ببین عزیزم، ما اومدیم این قسمت رو هم که قسمت پشتمون هست بافتیم، اومدیم رسیدیم به اینجا و الان دوباره باید چیکار کنیم؟ باید یه زنجیره بزنیم، یه نخ بگیریم، روی سومین زنجیره این قسمت بیایم و یه پایه متوسط ببافیم که کارمون تموم شه. خب این به این حالت گرفتیم. حالا ما اگه اینو اینطوری تا بکنیم بذاریم رو هم دیگه، خواهید دید که قسمت پشت و جلو از قسمت یقه هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. می‌بینی؟ خب این بده. چرا؟ چون قسمت جلو میاد میچسبه به زیر گردن، اذیت میکنه. قسمت پشت بازه. می‌بینی؟ خب این قشنگ نمیشه. حالا چیکار کنیم که این ایراد برطرف بشه؟ به خاطر اینکه بتونیم این ایراد رو برطرف بکنیم، باید ما 2 رج به پشت اضافه کنیم و بعد اینو به این حالت بکشیمش بالا که درست شه. عزیزم نگاه کن، اینجا دورمون تموم شد. خب نخ اینجا رو همینطوری رها میکنیم، به ادامه نخ میذاریم کنار. میایم از اینجا قسمت پشت لباسه. اینجا قسمت پشت لباسه. خب عزیزم، میایم اینجا توی این قسمت که ما یه دونه این کنج رو رد میکنیم. اینجا که زنجیره زده بودیم، الان وقت اضافه کردن یه پایه است دیگه، درسته؟ میایم پایه 3 تاییمون رو میزنیم، پایه‌مون رو میزنیم، 3 تا زنجیره بعد بخوره. این بحث صفر کردنش بود. حالا یه دونه، این 2 تا و این هم سومی. خب ما اینجا یه پایه دیگه هم داریم، یه پایه دیگه همون هم اینجا میبافیم. این یه پایه دیگه، درست شد؟ حالا همینطور ادامه میدیم بافتمون رو تا انتها. تا انتها کجاست؟ انتهای قسمت پشت. همینطور ادامه میدیم تا انتهای قسمت پشت. این رو میبافیم تا دوباره خدمت شما من برسم. به این شکل. پس با این کنج کاری نداریم ما اینجا. ببین عزیز دل، اومدیم رسیدیم به این پایه تکی این طرف. پایه تکی اینجا رو هم اضافه کردنی اضافه میکنیم، نخش رو به صلاح سرقایمه میکنیم، تمام شه بره دیگه، کاری به اینجا نداریم. خب الان دوباره میایم از این سر شروع میکنیم دوباره گرفتن. خب چطوری باید بگیریم؟ این زنجیره بخوره، این پایه ها باید با هم دیگه جابجا بشه و مدل بخوره دیگه. میریم واسه زدن این کار. رو پایه‌ای که به اصطلاح بافته بودیم، مال رج قبل تر بود، روی اون پایه به صورت ضربدری میخوایم مدلمون رو هم ببافیم.
میایم دونه میزنیم، به اصطلاح اولین پایه که رو دومین زنجیره میخوره. الان خدمتت نشون میدم متوجه میشی. این 3 تاش درسته. نخ میگیریم، میایم روی این یکی ضربدریمون که بود 3 تا زنجیره زده بودیم، رج قبل اومدیم بالا، روی این یکی میایم دونه میگیریم و شروع میکنیم به بافت. ببین داریم بافت رو به این حالت میایم. خب دوباره روی گل بعدی شروع میکنیم به گل زدن. الان خدمتت قشنگ نشون میدم متوجه میشی. ببین کنج قبلیمونه، این رج اولیه که بافتیم، این رج دومه. ما هنوز به این کنج کاری نداریم، ما تا الان که میایم باید این کنج با هم دیگه بافته بشه و ما بیایم به قسمت بعدیمون برسیم. خب این رج تا آخر سر به همین شکل بافته میشه و ما برمیگردیم خدمت شما تا این آخر. دیدین اینجا الان گلمون رو زدیم، اینجا هم که گل 6 تاییه. الان خدمت میرسیم، اینو تموم کنم تا اینجا خدمت میرسم، دوباره ببینیم ادامه کار چطوریه. ببین عزیزم رسیدیم به آخرین دونه، دوباره اینم چپ و راستش رو انجام میدیم. اون ور چون اول رجه یک کمی گنگه، ولی اینجا که الان گل خورده شما کاملا قشنگ میبینید که چه حالتی رو داره. این شد قسمت دومی رج ما. خب ما از اینجا کار رو شروع کردیم به بافت، اومدیم دور زدیم رسیدیم به اینجا. من الان میخوام این گل رو به هم وصل کنم و حالتش رو به شما نشون بدم. خب ببین عزیز دل، ببین عزیزم ما اینجا یه دو رج عقبیم دیگه. خب الان گلی که ما اینجا داریم با گلی که اینجا زدیم فرق میکنه، ولی الان باید برسونیمش به هم دیگه. زنجیرمون رو میزنیم، میایم اینجا گل 6 تاییمون رو میبافیم، یه دونه، این 2 تا، این 3 تا، 2 تا زنجیره. عزیزم به این گوشه که رسیدیم که رگلان لباس هست، میایم این دو رج رو اینطوری حذف میکنیم. نگاه کن، از اینجا نخ میگیریم، اینجا قلاب وارد میکنیم، میایم به سومین زنجیره این قسمت قلاب رو فرو میکنیم، این رو با هم از اینجا میکشیم بیرون و شروع میکنیم به زدن نصفه دوم گل 6 تاییمون. اینم 3 تای بعدی. خب الان شد این شکلی. حالا یه زنجیره میزنیم، میایم تو این فضایی که اینجا داریم یه پایه میزنیم که کارمون ادامه پیدا بکنه. بعد دوباره میایم این بافتی رو که میزدیم، ببین بافتی رو که میزدیم شروع به ادامه بافت میکنیم و دوباره رجمون رو ادامه میدیم. الان شکل رو نشونت میدم تا ببینی چه شکلی شده. یه دونه، اینم دوباره گل بعدی. ببین کاملا اون پله حذف میشه و اصلا خودش رو نشون نمیده، میره توی بافت و رج بعدی رو تشکیل میده و شروع میکنیم به بافت کردن. بعد ببینیم حالا یقه چجوری میشه. وقتی که این به این حالت در میاد یقه اینطوری میشه. میبینی یقه قشنگ حالت خودش رو میگیره، پشت گردن بالا میاد، جلوی گردن پایین میاد و اون گردی که باید داشته باشی رو خواهی داشت به این شکل. خب من ادامه میدم، کار رو تموم میکنم. به این قسمت دوم که خواستم برسم که چطوری این قسمت رو هم درست کنیم، من دوباره خدمت شما خواهم رسید. ببین عزیز دل، اومدیم رسیدیم به این انتها و بالا سر آخرین پایمون هستیم. خب میایم اینجا، ما اینجا باید یه دونه تک پایه بزنیم، درسته؟ مثل این طرف دیگه. نگاه کن الان چجوری اینجا یه دونه پایه تک داریم، اینجا هم باید یه دونه پایه تک داشته باشیم. خب چی کار میکنیم؟ نخ رو روی قلاب میندازیم. اینجا الان جایی نداریم برای گرفتن که، میایم توی همینجا، توی همین قسمت. خب اینجا رو میگیریم، میایم یه پله پایین و میایم توی این قسمتی که گل 6 تاییمون رو میزنیم، میایم اینجا یه پایه میزنیم، اینا رو همه رو با هم دیگه میکنیم یکی، یه زنجیره میزنیم و اینجا الان دستم رو بر میدارم تا شما ببینید گل 6 تاییمون رو میزنیم. نگران نباشید، الان میشکافم دوباره میبافم که
که شما طرح کاملش رو اول ببینید. بعدا ببین عزیز دل، به این حالت این الان کاملا بسته شد. همین طرف رج اومد قسمت این پشت دو رجمون حذف شد و همین طرف. و اگه ما اینو به این حالت هم در بیاریم، الان این رج آخر روی هم قرار بگیره، میبینید که گردی یقه کاملا روی هم حالتش رو داره و ما هیچ مشکلی رو نداریم. من الان دوباره این قسمت رو میشکافم و دوباره میبافم تا شما بهتر ببینید و کارمون رو درست انجام بدیم. نگاه کن عزیزم، نخ رو میگیریم توی اینجا، این طرف و این قسمت، دیدین؟ و این قسمت مییم همه رو با هم دیگه میکنیم یکی. یه پایه تک میزنیم، یه دونه زنجیره میزنیم، میایم دوباره این جایگاه گل 6 تایی برمیداریم و 3 تا گلمون رو که دسته 3 تاییمون رو با هم دیگه میبافیم. یه زنجیر میزنیم، نخ میگیریم، میایم اینجا و یه دونه پای متوسط میبافیم. 1 2 3 و گل 6 تایی که به صورت نصفه میبافتیم رو میبافیم. خب حالا دوباره یه زنجیره، اینجا یه تک پایه، درست شد. و این قسمت الان چی میشه؟ دوباره گل میخوره طبق مدلی که میزدیم. دوباره همینطور ادامه میدیم و میرسیم به قسمت های دیگه. پس الان دیگه این چیز مهمی رو که شما باید یاد میگرفتید و به این حالت برای یقتون شکل میدادید، الان یاد گرفتید و این کار رو انجام دادید. کمی اولش مثلا آدم تعجب میکنه، ولی وقتی که میزنه و کار رو انجام میده، 3 رج جلو با 5 رج پشت دیگه هماهنگ میشن و اصلا خودش رو توی باف نشون نمیده و هیچ کس متوجه نمیشه که شما اینجا 2 رج اضافه کردین. حالا رج بعدی که بافته بشه این کاملا تو بافت محو میشه و از بین میره و به هیچ عنوان مشخص نیست، ولی بافت شما بدون عیب و نقص کارش رو انجام میده. خب همینطور اضافه میکنیم، انقدر پایین میریم تا به اصطلاح بلندی قد حلقه آستین رو تموم کنیم. حالا ما همین کار رو ادامه میدیم. من یه چند رج میبافم تا این گردی رو هم به شما نشون میدم تا ببینید که چطوری شده. پس میریم و دوباره برمیگردیم تا پشت رو ببینیم که چه حالتی به دست آورده. ببین عزیز دل، رسیدیم به قسمت پشت، همون جایی که ما تغییر تحولی داشتیم که باید انجام میدادیم. خب دوباره یه دونه پای تکی که باید اینجا بزنیم اضافه کردنمون رو انجام بدیم. یه زنجیره توی این قسمت 3 تایی شروع میکنیم به گل 6 تایی بافتن تا این اضافه کم شدنی که انجام دادیم توی دل این بافت محو بشه و دیگه اصلا خودش رو نشون نده. خب گل 6 تایی رو ما بافتیم، دیدیم این گل 6 تایی بافته شد. یه تک زنجیر باید بزنیم، بیایم اینجا و شروع کنیم به زدن پایه درست مطابق این طرف. حالا میایم گلمون رو میبافیم، این گل رو به این حالت میزنیم میبافیمش. دوباره بعدیشو هم همینطور. باید مدلمون یکی باشه که تفاوت نکنه توی رجی که داریم میبافیم، همه با هم یه شکل باشه که اصلا خودشو نشون نده. ببین عزیزم، همینجور که الان بافت میخوره میاد به این حالت، این بافت خودش رو تو دل این گم میکنه. رج بعدی رو هم که شما بزنید دیگه اصلا پیدا نخواهد شد، همینجور پشت سر هم میاد و توی بافت گم میشه، دیگه شما اصلا پیدا نخواهید کرد. الان این طرف هم همینطور الان انجام بدم به اون ور برسم، اون طرف رو هم خواهید دید. پس میریم، من دوباره ببین عزیزم به انتها رسیدیم. میایم اینجا یه دونه پایه میزنیم، یه زنجیره میزنیم و میایم این قسمت گل 6 تاییمون رو هم تکمیل میکنیم. به این شکل این گل 6 تایی هم تکمیل میشه. خب اینم به اصطلاح پایه متوسطی که باید ببافیم و این هم رج بعدی. نگاه کن گل قشنگم کاملا توی بافت محو میشه و اصلا خودش رو نشون نخواهد داد که به این شکل شده. نگاه کن.
ما اینجا الان 1 2 3 4 5 6 رنج داریم، اینجا 1 2 3 4 رنج داریم. میبینید؟ و بافتی رو هم که انجام میدیم وقتی روی هم قرار میگیره از پایین کاملا میزونه رو همه و از بالا هم اینم گردی پشتمون. ببینید که کار بسیار قشنگی میشه. حواسمون هست که این خانم بازوش نسبت به تن کمی چاق‌تره، به خاطر همین تعداد دونه‌ای که گرفتیم به اصطلاح دونه‌ای مناسبی هست برای ایشون تا بزرگ که میشه و بافت رو تکمیل که میکنیم به حلقه میرسیم. من خدمت میرسم دوباره و کار رو ادامه میدیم. میریم اضافه کردنم یادتون نره. عزیز من نگاه کن، گاهی وقتا میشه که یه بلوز تا انتهای یه ته داشته باشه، ولی گاهی وقتا تا روی سینه دوست دارن طرح ژور بخوره، به اصطلاح این ژوته‌دار بودن رو، حالت سوراخ بودن رو، از سینه به پایین رو دوست دارن که بسته باشه. خب اگه بخوایم پایه ساده بزنیم میشه این شکل. روی تمام دونه ها پایه ساده میزنیم تا حالا مثلا بیایم پایین بخوایم مدل دیگه بهش بدیم. اگر نخواستیم مثلا این پایه تبدیل به یه بافتی بشه که به این صورت خودشو برجسته بافی نشون بده، میبینی؟ برجسته بافی نشون بده، میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ میتونیم بیایم حالت رو عوض کنیم. چطوری این حالت عوض میشه؟ ببین وقتی که گل شیشتایی کنار رو میزنیم، ژوتمون هم میزنیم، میایم اینجا یه پایه معمولی، پای بلند معمولی میبافیم. دونه اول رو میایم از کلش میگیریم، یعنی قلاب رو از زیر دونه رد میکنیم و بعد از این که به این حالت شد نخ رو بیرون میکشیم و یه پای بلند 3 مرحله‌ای میبافیم. چرا 3 مرحله‌ای؟ چون این میاد از پایین تر میگیره و دیگه و قدش کوتاه میشه اگر بخوایم پایه معمولی ببافیم. بعد به این حالت برجسته هم وای میسه. دوباره میایم کنارش یه دونه پایه ساده بلند میبافیم. دوباره دونه بعدی رو ببین عزیزم، این دونه همین ساده هست که بافتیم، این دونه بعدی رو به این شکل میایم چیکار میکنیم؟ 3 مرحله‌ای میبافیم. 3 مرحله‌ای رو اگر نمیدونید من آموزش دادم، میتونید برید اونجا ببینید. اگرم نه که دوباره فقط یه سطحی میگم و رد میشم. پای بلند ساده که همین پای بلند معمولیه، پای بلند 3 مرحله‌ای اینطوری هستش که دونه اولی یک بار بافته میشه، 2 حلقه بعدی با هم بافته میشه، 2 حلقه آخر رو هم با هم میبافیم. به این شکل میشه پای بلند 3 مرحله‌ای. ما یک درمیون به این شکل میبافیم. خب رج بعد جای دونه هامون رو عوض میکنیم که به اصطلاح یه حالت فندقی یا یه حالت فشنگی، یه حالت برجسته بافی جا به جا انجام بشه. من حالا فعلا این رج رو کامل میبافم میرم. برای رج بعد که هم میخوام رنگ رو عوض بکنم و هم میخوام جای دونه ها رو عوض بکنم، چیکار میکنم؟ میام و خدمت شما میرسم که بگیم چطوری. مابقی بافت به همون شکلی، یعنی از اینجایی که دونه زنجیره میزنیم هر رج یه دونه باید اضافه بکنیم. این حالت رگلانمون هم که سر جای خودش بافته میشه. پس الان چیز خاص اضافه ای نداریم. این تغییر رو انجام دادم، خواستم خدمتت بگم که میخوایم این کار رو انجام بدیم چطوریه. رج بعد دوباره جابجایی داریم، یعنی این روش پای بلند 3 مرحله‌ای میخوره، روی این یکی پای بلند معمولی میخوره که جابجا میشه و این برجسته بافی خیلی زیبا خودشو نشون میده. میریم و برمیگردیم. عزیز دلم، الان از رنگ نوک مدادی که داریم میخوام شروع کنم به بافت. قلاب رو میگیرم، داخل این حلقه میکنم و این نخ رو یه جا به جا میکنم و بعد یه زنجیر روش میزنم. این الان سفت، اینم میکشم تا انتها قشنگ سفت بشه. خب حالا میخوام روی اینا شروع کنم به بافت و رنگ رو کامل عوض کنم. خب این زنجیره دوم و بعد هم زنجیره سوم. خب حالا چی کار میکنیم؟ حالا شروع میکنیم بافتی رو که میخوایم بزنیم، بافت گل شیشتاییمونو و سرقایمی کردن نخمونو. اینا رو همه رو باید با همدیگه انجام بدیم. خب
دوباره اینو برمیگردونم بالا و بعدیش. خب حالا یه زنجیرم باید اینجا بزنیم، اینم یه دونه زنجیرش و بعد حالا اینو سفتش میکنم که شل نباشه و شروع میکنم توی بافت اینو توی کار خوابوندن. میتونم اینجوری نگهش دارم، میتونم قیچی کنم و چون الان دیگه نمیخوام از این رنگ استفاده کنم، اینو قیچی کنم و تو کار خودم حفظش کنم. چطوری؟ به این حالت زیر و روی بافتم رو ببرم و بیارم که این سرقایمه بشه و به خیالم راحت شه که در نمیاد. درسته؟ اینطوری میبرم میارمش و تو بافت قایم میشه. حالا همینطور ادامه میدیم. خب میریم دنبال بافتمون. فقط الان رنگ خیلی تیره شده، امیدوارم شما بتونید ببینید. فقط نگاه کن دوست خوب من. الان من این کارو کردم، دارم تغییر رنگ میدم ولی آموزش بافت رو این پایین بهت دادم. الان دوباره همون کارو داریم انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ یه دونه پایه بلند اینجا میزنیم. ببین این دومی الان باید جابجا بشه. این دومی رو میکنیم پایه بلند 3 مرحله‌ای. بغلیش که پای بلند 3 مرحله‌ایه ما ساده میبافیم. ببین بغلیش که پای بلند 3 مرحله‌ای هست رو ما ساده پای بلند ساده میبافیم. باز دوباره این یکی رو پای بلند 3 مرحله‌ای میگیریم، این یکی رو پای بلند ساده، این یکی یه درمیون میشه 3 مرحله‌ای، بعدیش میشه ساده. یکی رو قلاب میندازیم پشتش اینجوری میگیریم، یکی رو از رو ردیف میبافیم. دیدین؟ به این حالت این بافت ادامه پیدا میکنه و میاد پایین. تا دم حلقه دیگه من حرفی واسه گفتن ندارم، چون تمام این مراحل رو خدمتت گفتم و الان دیگه حرفی واسه گفتن نیست. اینم الان بافت به اصطلاح برجسته بافیمون که الان هستش. میبافیم تا جایی که حلقه رو بخوایم جدا کنیم، حلقه آستین رو بخوایم از تنه جدا کنیم. میریم و برمیگردیم.